حدیث شریف در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: شب‌های قدر بهتر از هزاران ماه است و هر کسی که آن را احیا کند گناهانش آمرزیده می شود و زندگیش با نور الهی روشن می گردد. پس در شب‌های قدر و عبادت و دعا بپردازید و قلبتان را برای دریافت رحمت بی‌پایان خدا آماده کنید.